هرچی اومدم با پارت جدید فورزا هوریزون 6. پارت قبلی 20 تا ویو خورد، یه 7-8 هم لایک خورد، خیلی انگار خوشیتان اومده بود و اومدیم با پارت جدیدش، یعنی پارت 2 ادامه همونه، یعنی سیوش کردم. خب الان باید بریم اینجا توی حالت درایو، میریم توی همون نقشه که باید رفتیم و بازش میکردیم قسمت های مختلفشو. خب اوکی، آها بریم، یا همون نقشه هست. آره همون. بعدیش اسکیپش من نمیدونم کجاست، نمیدونم اسکیپ داره اصلا یا نه. What's next؟ اصلا چی میگه؟ And the what's next suggestion feature. خب Let's explore that now. اوکی. خب ویرو بزنم چی میشه؟ خب بریم دیگه داداش. اوکی بریم اینتر. ها چیه؟ حالت خوبه؟ من دارم نیفهمم. الان اینو بزنم چی میشه؟ خب اوکی الان این درسته، برو دیگه. من از این درست کنم. خب این قسمت دوباره رفتم و برگشتم. حالا فکر کنم باید گوش بشینیم گوش بدیم. خب من گوش میدم. ها خب خب بریم. من میخوام برم، تو نمیذاری برم. آها 3 رو باید میزدم. خب اوکی داداش، اوکی بذار من برم. خب مرسی. آها خب الان میریم. خب این ما نمیخوام ماشین رو خراب کنم. بریم. راه مستقیمه. قشنگ دنده که عوضی کنه مثل واقعیت ماشین یه لحظه عقب جلو میشه. یا علی سرعت زیاد دیر پیچیدم. من که میخواستم خراب نشه ماشین. حالا اوکی خیلی خراب نشده. میگه 150 کیلومتر باید بری داداش. نمیشه 150 کیلومتر برم. من الان پیچیدم آقا جان داداش، من الان پیچیدم. چه اتفاقی افتاد؟ اون نپیچید. بخشید دوستان من هنوز خیلی اینجا رو باید اینجوری بری دیگه. آها دستم نه. اوکی بری. گرم باید بشم داداش. یا بود یعنی چی؟ میپیچه جلو من. خب برادر نکن. تو واقعیتش هم هر کی این کار بکنه فوش میخوره. خب اینو از اینجا میریم. اینو از ساعت کم شه. ساعت کم کن. آب باریشالله بریم. با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت تو پیچ دارم میرم بیرون. آها خوبه. خب این دیگه 90 درجه است، خیلی باید کم کنم ساعت رو.
این خیلی که نه حالا. وای بابا خیلی کم بود جدی اصلا نمیرفت ماشین. تو مزرعه بنده خدایی سر در آوردیم. آهان آفرین خوب. good it's very good. ها برو بریم. اوف دیش تو به نظرم ترمزو بکش. حالا چی میگفتی؟ Airfield trial ما میریم تو مپ ها اینجا که وا کرده بودم قبلا برادر من. بریم اینجا نقشه رو وا کنیم دیگه. بریم وا کنیم نقشه. بمنج اینی که میگی بمنج. خب بریم. رفتم آقا ببخش رفت دردی بود. اونایی که گواهینامه دارن تو کامنت ها بگید واقعا اینقدر پیچیدن سخته تو واقعیت هم یا نه. مشکل بازی هست. من احساس کنم تو واقعیت هم سخته ولی خیلی دیگه تو بازی ها سخت تره. بپیچ تماس کن. من اصلا دلم میخواد تو جنگل رانندگی کنم. صاف نمیشه. خب صاف شد. من خیلی سطح بازیم پایینه ببخشید اگه نمیتونم درست بازی کنم. خب تو جنگل میرم. من با هر کی حال نکنم. میبینی امتیاز داره بهم میده. نام چرا دارم جاده خاکی باشه. اونوری چپ بپیچ که بری راست. یه همچین چیزی بود تو مک‌کوین. فکر نکنم واقعیت ندادش. رسیدم. مرسی. خب چه کاریه آقا؟ چه جاده رو پیچ و خمدار میکنید آقا؟ همین جاده ای که تو پیچ و خمدادی و صاف میرفتی. از سطح کو بریم. آخ ماشین چه حالی میکنه. خب اینجا یکم جاده بهتر میشه دیگه. اون پیچ خواهم اوف دیریفت رو داداش من واسه دیریفت کشیدم نه یا این لحظه لپتاپ باید میزنم تو شارژ. خب بریم. خب رسیدیم به جاده. اینقدر دور بود خیلی بهش میخور نزدیک باشه. پلاک هم کنده شده جی. حتی از این کارهایی که من کردم هم که خودم زندم خودش جای شکر داره. خب اینو برسم دیگه ویدیو تمام میکنم. اوکی
من رسیدم حبیبی. آریکالا، تشویق آفرین، چکرم. الان من دارم تشویق میکنم. ما بریم اینجا بیرون دیگه. نکن وارد فستیوالشون شدم. بابا جان بریم به سمت سیتی. ببین اینکه بیشتر ماشینشون توییتاه خب با آدم میرسونه که ژاپنه، ولی اون برج ایفل چی میگه اونجا تو شهر کو؟ اصلا برگردم بالا. داداش خب بمون بابا یه لحظه یه جا. برو بالا. خب اینجا شهر معلومه. آره اون برج ایفل چی میگه اگه اینجا ژاپنه؟ اون برج ایفل چی میگه آقا؟ بعد آخه اصلا حالا شاید مثلا بگی خب کشور همسایشه. داداش ژاپن این سر دنیاه، فرانسه اون سر دنیاه. وای دیگه ویدیو هم پایان رسید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. بای.